سلام. اینچنین اینک دوام میدیم آموزش زبان برنامه‌سازی سی پلاس پلاس را و بیاید در این درس کم آید خوب استفاده تقریب‌بنده ها، عمل های اریتمتیکی و اینچنین قسمت فونکسیون متماتیکی گفته میگذاریم. خب بیاید اعلام مینامیم مثلا تقریب‌بنده های در نمود فلات خیلی که میدونید این همچون عددهای حقیقی A مثلا B C C مثلا Z. ما اعلان نمودیم 4 تقریب‌بنده رو در نمود داده شده فلات و خیلی که شما میدونید دو راه قیمت بخشیدن به این تقریب‌بنده ها است. یکم این که ما میتوانیم در همون وقتی اعلان کردن به این تقریب‌بنده ها قیمت اولشان رو معلوم نماییم، زیرا خیلی که ما گفته گذاشتیم در درسی گذشته قیمت تقریب‌بنده ها در سی پلاس پلاس معلوم نیست. از این خاطر خوب میشد ما مثلا قیمت اولشان رو معلوم کنیم. خب دوام میدیم. بیاید به هر یک تقریب‌بنده که ما اعلان کردیم مثلا قیمت میبخشیم. سی اوت گفتیم قیمت بخشیدن مثلا به تقریب‌بنده ها. سی اوت چیکار میکند؟ اون چیزی که مثلا در داخل ناخنک نوشته میشود در اکران میبرد. ما میگیم که قیمت تقریب‌بنده مثلا A را داخل نماید. دو نقطه در اینجا میگذاریم نقطه ویرگول و میگیم که سین، یعنی که این قیمت میبخشد به تقریب‌بنده ها. اگر شما خوب آگاهی داشته باشید در زبان برنامه سازی ویژوال بیسیک هست فونکسی اینپوت باکس، یعنی که قیمت میبخشد به تقریب‌بنده ها. در سی پلاس پلاس باشد به جای گویا که اینپوت باکس هست سین و می نویسیم A نقطه ویرگول. شما با یک چی دقت دهید. ما در اینجا گفتیم که قیمت اولیه تقریب‌بنده A برابر هست با چی؟ 0. اما در اینجا ما معلوم گویا که بار دیگر داخل میکنیم قیمت تقریب‌بنده ها را. خب منطقاً درست نیست، زیرا که ما الکی خودمون قیمت تقریب‌بنده را داخل کرده ایستادیم. برای همین با ما ضرورت ندارد که قیمت مثلا A را قیمت اولش رو مثلا هنگام اعلان تقریب‌بنده ها معلوم کنیم. بیاید همین طور برای قیمت تقریب‌بنده مثلا B و برای قیمت تقریب‌بنده S را معلوم کردن ما یعنی که سی اوت و سین را می نویسیم و اینجا خیلی که دیده استاده دلکه B و S لازم نیست. خب گمان میکنم الکی شما فهمیده استادید، یعنی که لازم ندارد. خب هستن حالت هایی که حتما باید شما یعنی که قیمت تقریب‌بنده ها رو معین کنید. خب در اینجا ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم که مثلا Z برابر A پلوسی B پلوسی مثلا S، یا که باید در اینجا تقریب‌بنده S را تازه میکنیم و میگیم که Z برابر یعنی که A پلوسی B. در اینجا می نویسیم سی اوت A پلوسی B مثلا ناخنک را میپوشیم. در داخل ناخنک ما میتونیم علامت برابری را بذاریم و در اینجا همراه میکنیم قیمت Z را نقطه ویرگول. خب این چنین می نویسیم Z برابر A ضرب B و در اینجا میگیم که A ضرب B، یعنی که این می شود
اینجا علامت برابری رو هم گذاریم اگر خطا نمیکنیم. z یعنی که a ضرب b برابر مثلا z. این چنین. خب بیاد هر دو همین عمل رو میبینیم. تومچه F5 رو پخش میکنیم. ده یعنی که برنامه رو کامپلیت میکنیم و میبینیم که در اینجا تماما یک حرف های ناشناس پیدا شد. این چی معنی دارد؟ یعنی که زبان C++ حرف های روسی رو نشناخت. من این پرابلم جدی است. خب برای این چی کار کنیم که مثلا همین حرف هایی که با زبان مثلا کیریلی گوییم که نوشته میشوند C++ خطاگی ندهد. برای این به ما لازم آید این چنین یک بیبلیوتک دیگر include همراه کنیم بیبلیوتک C local. خب همراه کنیم بیبلیوتک C local و در این بیبلیوتک ما باید یک فونکسی set local گفتگی فونکسی هست و همچون قیمت او از ما میپرسد نمودی، یعنی که اینجا LC تایپ را انتخاب میکنیم، نقطه ویرگول و قیمت دویمی که از ما طلب میکند در اینجا می نویسیم روسیان، بعدا قفس رو میپوشیم نقطه ویرگول. F5 رو پخش میکنیم. ده آها چه خیلی که دیده استادید الکه این پرابلم حل شد. یعنی که برای خاطر که در زبان C++ حرف های روسی شناخته شوند ما باید اولا علاوه کنیم بیبلیوتک C local و در پروسیدور ایمیل نویسیم که set local ELC type روسیان. خب در اینجا گفته شده از قیمت تغییر بنده A را داخل نمایید. ما مثلا داخل میکنیم 2، بعدا B رو میگیم که 3، میبینیم که A پلس B برابر 5، 2 ضرب 3 برابر 6. برای خاطر که 2 ضرب 3 برابر 6 در سطر دیگر پیدا شد ما باید چیکار میکردیم؟ ما باید بعد از اون که مثلا قیمت A و B رو حاصل کرده باید اینجا می‌نویسیم که end L. خب در اینجا رو end L نویسیم، ضرر نمیکنیم. F5 رو پخش میکنیم و میبینیم که در نتیجه چی حاصل میشه، مثلا 2 4. یعنی که دقت دهید در اینجا یکم A جمع B، خیلی که من در داخل ناخنک نوشتم A جمع B برابر بعدا که Z B ناخنک هست آنگاه قیمتش رو میبرارد، یعنی که قیمت Z این هست A پلس B، 2 جمع 4 میشود 6. خب در اینجا دقت دهید من در اینجا گفتم که cout A B ناخنک یعنی که قیمت خود A رو برآورد یعنی که 2. بعدا گفتم که بعد از آن که قیمت A رو میبراره علامت ضرب رو برار، یعنی که در داخل ناخنک ما خیلی که در درس گذشته گفته بودیم آن چیزی که در داخل ناخنک نوشته می شود همین طور به اکران برآورده می شود. همین طور یعنی که علامت ضرب به اکران برآورده شد. این چنین بعد از آن که ضرب رو به اکران می براره ما فرمان دادیم که یعنی که قیمت B رو قیمت B که در اینجا 4 است ما داخل کردیم قیمت B رو برار و بعدا علامت برابره و بعدا علامت Z یعنی که A ضرب B یعنی که 2 ضرب 4 می شود 8 به تغییر بنده Z بخشیده می شود. تغییر بنده Z در اینجا با اکران برآورده می شود. یعنی که این علامت ضربی که شما در اینجا دیده استاده در این داخل ناخنک این یگان معنی ندارد. مثلا اگر ما نویسیم که در اینجا پلس یعنی که من تقسیم و وقتی که ما برنامه را اجرا میکنیم مثلا 2 و 4 میبینید که در اینجا A جمع B یعنی که 4 جمع 2 6 و اینجا گفته از 2 تقسیم 4 برابر 8
یعنی که الکه این منطقاً خطا. برای چی؟ برای اینکه 2 تقسیم 4 یعنی که 8 نمیشه. در اینجا در داخل این علامت تقسیم در داخل ناخنک نوشته شده است. برای همین این به رزولتات یعنی که به جواب تعلق ندارد. اگر ما در اینجا گوییم که مثلا z برابر a تقسیم b، آنگاه مثلا این تقسیم به این جواب یعنی که چی تاثیر میرساند. اما در داخل ناخنک این فقط برای یک علامت گویا فهماندن، یعنی که برای خاطر که استفاده برنده فهمد که چی عمل اجرا شده است. ما مثلا در اینجا گفتیم در داخل ناخنک نشان میدهیم این یا آن عمل را. خب ما بیاید این را به علامت ضرب میگردانیم که ما در اینجا ضرب زده استادیم و این چنین ما میتوانیم در اینجا گوییم که مثلا 2 یا اینکه a در درجه مثلا 2 برابر می شود. ناخنک را می پوشیم، علامت ضمیمه را می گذاریم و استفاده می بریم فونکسی پوف. فونکسی پوف این برای به درجه برداشتن در C++ خدمت میکند. قفس رو میکشویم، قیمت A رو داخل میکنیم، بعدا مثلا قیمت A این تغییر یابنده داخل میکنیم، بعد از ویرگول ما نشان میدیم که A به کدام درجه باید برداشته شود، یعنی که به درجه 2. اگر ما خواهیم 3 به درجه 3 برداشته می شود. اگر در اینجا 4 گذاریم به درجه 4، یعنی که در این حالت ما میخواهیم به درجه 2 برداشته شود، یعنی که A در درجه 2. بیاید F5 رو پخش میکنیم و تکمچه 10. اگر من در اینجا داخل کنم مثلا قیمت A رو 5، B رو مثلا 3، A جمع B میشده است مثلا 8، 5 ضرب 3 میشده است 15، A در درجه 2 میشده است 25. یعنی که فونکسی پاو یکم از شما میپرسد که قیمت را دهید. مثلا شما میگید که 4 و میخواست از پرسد که شما این 4 که برای من دادید به کدام درجه میخواهید بردارید. شما مثلا میگید 2 و این کار رو فونکسی پاو اجرا میکنند. یعنی که اول از شما قیمت رو طلب میکند و دوم درجه، یعنی که در کدام درجه تو میخواهی مثلا همین قیمت رو برداری، به کدام درجه میخواهی برداری. مثلا ما گرفتیم 5 در درجه 2 25. اگر ما در اینجا 3 گذاریم الکی قیمت درجه مثلا تغییر می‌یابد. یعنی که اگر ما باز اینچنین 5 نوشته مثلا 3 میبینیم که الکی A در درجه، اینجا ببینید دقت، ما اینجا گفتیم که A در درجه 2 برابر 125. الکی اینجا منطقاً خطا شد زیرا ما اینجا در داخل ناخنک گفتیم که A در درجه 2، اما در فونکسی پاو نشان دادیم که در درجه 3. برای خاطر همین گونه خطاگی ها رخ ندادن شما باید کمی هوشیار باشید. یعنی که اگر در درجه 3 برداشته نشه شما باید حتما نویسید که یعنی که در درجه 3، یا اینکه شما در اونجا در درجه 3 می نویسید ولی در اینجا در درجه 2 نشان میدید. این هم الکی یک خطاگی منطقی می شود. یعنی که مثلا بینید 5 4 میبینیم که A در درجه 3 به 25 برابر I مو 5 در درجه 3 25. الکی این خطاگی منطقی می شود، گرچند که فونکسی شما و پروگرام شما درست کار کرده است، اما اون کامنتاری که گویا شما دادید یعنی که در درجه 3 این خطا. خب این چنین ما میتوانیم فونکسی SQRT را استفاده بریم. یعنی که A جمع B مثلا میگیم که ریشه
ریشه کвадрати از a پلس b برابر می شود مثلا ست. در اینجا میگیم که SQRT. خب مثلا در اینجا میگیریم سه یعنی که A جمع B 3 جمع 3 6 3 ضرب 3 9 A در درجه 3 9 یعنی که در اینجا علاقه ما 3 نیو کوادراتی سودگی است. خب ریشه کوادراتی از A پلس B یعنی که 3 جمع 3 9 اگر 9 را از ریشه آزاد کنیم می شود چی؟ 3. خب این چنین شما می توانید عمل های طرح، تقسیم و عموما دلخواه مثلا عمل ها را اجرا کنید. و بیاید من در این درس این چنین آید اپراتورهای شرطی مثلا اپراتور شرطی if گفته میگذارم. خب برای این من به شما مصلحت میدادم که به سامانه مثلا افتاپکام یعنی که وارد گردید. در اینجا شما میتوانید آید درس های C++ با زبان تاجیکی معلومات پیدا کنید. خب در اینجا چهلی که دیدید استادید اوراق C++ یعنی که تجریکس که این را پخش میکنید و در اینجا شما علاقه میبینید که درس های C++ از 1 تا 21 درس با زبان تاجیکی ترجمه و بسیار فهمو یعنی که نوشته شدند و شما میتوانید در اینجا استفاده برید. و من برای خاطر که همین درس های ما گویا که پای در پای رود از این پای در پای درس های استفاده میبرم و این برای آموزش این زبان برای شما خیلی کمک میکند. و آن چیزهایی که مثلا در این درس ها هست و من آنها رو نگفتم میگذارم شما میتوانید در این سامانه اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید به سامانه www.oftop.com وارد گردید و در اینجا درس های C++ با زبان تاجیک را یعنی که مستقلانه آموزید. خب آنچه که مثلا ما گفته نمیگذاریم شما آنها را در اینجا خودتان یعنی که آموزید. خب بیایید میگذاریم به ساختار اداره کننده if. خب اکنون شما چخیلی که دیده استادید در اینجا یک سخیمه رو میبینید که خب عادتا یک خط اشاره کننده و از راستگنجه عبارت است. خب اگر شما با چی گویم مفهوم بلاک سخم آشنا باشید علاقه شما میدانید که در اینجا چی مفهوم فهمانده شده استاده است. یعنی که در زبان برنامه سازی مفهوم بلاک سخم هست و یعنی که این رو میگن که اگر شما مختگی باشید اساس های زبان های الگوریتمی در آنجا گفته می شود آید این بلاک سخم ها یعنی که برنامه ها دو نمود اجرایش رو دارند. یکم این که پای در پای مثلا برنامه وقتی که اجرا می شود می بیاید مثلا در یک بلاک یگان گویا که کدی معین رو اجرا میکند و این چنین میرود کد دیگر رو اجرا میکند و همین طور پای در پای گویم چیکار میکند این با انتها میگذارد. و هستند برنامه هایی که نوابسته از اجرا شدن و یا نشدن شرطی گذاشته شده به یگان قسمی کد میگذارند. مثلا بینید که در اینجا کمتر دیگرتر یعنی که برنامه وقتی که اجرا میشد وقتی که با شرط و میخورد خیلی که شما میدانید همه شرط
دو راه دارد، یا ها یا نه. مثلا مثال عادی، شما میخواید آب نوشید، شما دو جواب میتوانید چه خیلی گویم دو جواب دید، یا ها یا نه. شما نمیتوانید گفتن که نه ها یا اینکه ها نه، یا نه یا ها، یا اینکه نمی نوشید همون آب رو یا که می نوشید. پس اگر نه گفتید نمی نوشید، اگر ها گفتید پس اون آب از آن شما. خوب چه خیلی که دیده استادید وقتی که با شرط و میخورد، یعنی که همین شرط اجرا شد می، اگر ها باشد آنگاه چیکار میکند؟ قسم دومی برنامه اجرا میشود. این چنین از برنامه برآمده میرود. اگر مثلا این شرط اجرا نشود، یعنی که نه، برنامه چی؟ با همون راه خودش، با همون راه راست برآمده میبرود. شما بینید که این قسم کد عموما اجرا کرده نمیشود. یعنی که هنگام استفاده شرط ها ما میتوانستیم یگان قسم کد را اجرا کنیم و یا که اجرا نکنیم، وابسته چه از شرط گذاشته ما. یعنی که هم برنامه های پی در پی و هم گزارش شرط. خب اکنون در اینجا همون ها یا نه که ما گفتیم مثلا ifade می شود با true، یعنی که ها فالش یعنی که نه. خب اپراتور شرطی در اینجا ساختار اپراتور if چنین است گفته، یعنی که نمونه آورده شده است. یعنی که اینجا کمی معلومات آیدی همین نمود و خب دیگر نمودها. این چنین بلاک سخیم تصویر یافته است که یعنی که وقتی که برنامه با کار آغاز میکند، یعنی که با شرط وا میخورد، شرط را میسنجد. اگر شرط نباشد برنامه برآمده میرود. اگر شرط ها باشد برنامه به اجرای یگان قسم کد میگذارد و بعدا برآمده میرود. خب این چنین هستند شرط هایی که هم در دو حالت یگان کار را اجرا میکنند. یعنی که میباید اگر شرط ها باشد مثلا قسمی طرفی گویم راستی کد را مثلا اجرا میکند و برآمده میرد. شما دقت دید که وقتی که قسمی مثلا قسمی راست اجرا شد، الکی در قسمی چپ یگان عمل اجرا کرده نمی شود. وقتی که شرط مثلا قیمتش با فالش برابر می شود، آنگاه طرف چپ اجرا کرده می شود و برنامه به اجرای دیگر کد و یا به انتها می رسد. اگر یعنی که فالش باشد قسمی طرف چپ اجرا می شود، قسمی طرف راست باشد اجرا کرده نمی شود. و همین طور در اینجا بسیار یک برنامه مثلا ساده آورده شده است تا که برای نوآموزان عموما چی ساده و فهمو باشد. و بیاید همین آید این اپراتورها ما در عمل یگان کار را دیده میبریم. خب ما در اینجا میتوانیم همین قسم کد را خوب اجرا کنیم و برای خاطر تا این قسم کد آمده و من میخواستم از ساده تر سر کنم. یعنی که بیاید ما چیکار میکنیم؟ میگیم که قیمت ای بی را داخل کنید. خب بعدا میگیم که اگر قیمتی در داخل قوس ا برابر باشد با قیمت ب، خب آنگاه بیاید من یعنی که انتخاب میکنم قوس های کنجی و برای شما مصلحت میدیم که من از این قوس ها استفاده برید. یعنی که آن چیه که در داخل این قوس ها نوشته می شود الکی تعلق دارد چی با این اپراتور.
لیکن اگر شما یک سطر نوشتنی باشد این قوس‌های کنجی لازم نیستند، ولی من برای شما مصلحت میدیم که خوب خواه یک سطر باشد خواه 10 سطر شما استفاده برید از قوس‌های کنجی. خوب، یعنی که اگر یک سطر باشد بعد از if این اپراتور شرطی این قوس‌های کنجی لازم نیستند. اگر الکی 2 سطر شد اینها باید گذاشته شوند. از این خاطر من برای شما توصیه میتونم که از همین اول شما یعنی که عادت کنید به گذاشتن این قوس‌های کنجی. یعنی که خیلی که شما در درس‌های گذشته میدونید این قوس‌ها ابتدای تنه یک قسمی تام کد رو میفهمونند. یعنی که قوس کشوده و پوشیده شونده که در بعد از if آمده است این چی تعلق دارد تنها با اپراتور شرطی if. یعنی که ما در اینجا 2 علامت برابری گذاشتیم. برای چی؟ برای آنکه در C++ یک علامت برابری این علامت بخشش است، یعنی که b و a بخشیده می شود. اگر ما 2 علامت برابری گذاریم در این حالت سنجش گذرانده می شود آیا a و b برابر است. اگر a و b برابر باشد ما میگیم که مثلا در اینجا چی شود؟ قیمت a و b برابر هستند. خوب، اکنون دقت دید. بیایید تکمشه F5 رو پخش میکنیم و در عمل میبینیم که چی واقعا میشه رخ میده. ما داخل میکنیم 3، اینچنین داخل میکنیم بازم 3، یعنی که A برابر 3، B برابر 3. چی گفت؟ قیمت A و B برابر هستند. خب تکرارن چی کار میکنیم؟ داخل میکنیم 4 و داخل میکنیم 5. یکی یگان رزولتات نیست، یگان نتیجه نیست. اکنون دقت دید. وقتی که A با B برابر می شود قسم کدی که در اپراتور if گذاشته شده است اجرا کرده می شود. یعنی که هنگامی که در اینجا ما قیمتی true رو به دست میاریم، یعنی که آنگاه چی؟ این قسم اجرا کرده می شود. اگر شرط با true برابر باشه، یعنی که گویم برابر باشد. اکنون ما وقتی که گفتیم که قیمت A برابر با 4، قیمت B برابر با 5، برنامه چی کار کرد؟ آمد با سنجیدن این قیمت ها، یعنی که 5 با 4 برابر می الکی جواب چی شد؟ نه، یعنی که جواب در اینجا شد فالس، یعنی که نه. در این حالت این قسم اجرا کرده نشد. برای چی؟ برای آنکه این قسم تنها در حالتی با true برابر بودن قسم شرط اجرا کرده می شود و همین طور این قسم کد اجرا کرده نشد و برنامه چی کار کرد؟ با انتها، یعنی که یگان قیمت رو نبرآورد. بیاید من این رو برای شما حرکت میکنم فهمونم. و برای این چی کار میکنیم؟ مثلا میگیریم برنامه ما چی کار کرد؟ آغاز کرد با گویم اجرای بر کد گذاشته و ما در اینجا گفته بودیم که یکم دقت دید، یکم ما گفتیم که اول خب بیاید آید این گپ نمیزنیم، البته این معلوم که وظیفهش برای حرفای روسی را شناختن. این سطر یکم. در سطر دوم ما چی کار کردیم؟ ما تغییر بنده های مثلا در لازمه رو اعلان کردیم. خب بعدا چی کار کردیم؟ بعدا گفتیم که با همین 2 تغییر بنده قیمت بخشیدیم، یعنی که قیمت بخشیدن به تغییر بنده های A و B.
این را در خب من مجبور میشم که یک بلوک کلانتر گیرم. مثلا میگیریم با اجرایش برنامه آمد و در اینجا چی؟ در اینجا با یکم کاری که میکرد این تغییر یابنده ها را اعلان کرد. با تغییر یابنده ها را از ما پرسید که با تغییر یابنده های مثلا اعلان کرده شده قیمت داخل کنید. خب ما قیمت داخل کردیم و اینچنین برنامه با اجرای دوام قسم کد گذاشت. در اینجا باشد الکی با شرط واخورد. شرط چخیلی که ما گفتیم در اینجا گذاشته شده است. آیا ا برابر با ب می، یا به اصطلاح دیگر گوییم این عموما میشد که اگر ا برابر با ب باشد. خب این را دیگر خیلی تر کرده گوییم این میشود که مثلا آیا ا برابر با ب می، آیا ا برابر با ب می. خب در این حالت خیلی که دیده استادید دو جواب است. یعنی که ها یکمی که ها بله یعنی برای بیاید این طرف، بیاید با این طرف میگیریم مثلا بله ا برابر مثلا چی با ب هست. در این حالت چی کار اجرا میشد؟ در این حالت مثلا قیمتی در سیاوت بوده مثلا برآورده میشد. اگر این در حالتی که ترو، در حالت فالش باشد الکی برنامه یگان کار را اجرا نمیکرد و برآمده میرفت. خب برای چی من این قسم بلاک رو گویم که در همین قسم این قسم بلاک رو من در طرف راست نه در طرف چپ این یگان چی ندارد، یعنی که خواه در طرف راست باشه خواه در طرف چپ این همان شرط است و ما تنها باید معلوم کنیم که در کدام حالت مثلا در اینجا ترو در اینجا باشد فالش. یعنی که وقتی که برابر بود ا با ب چی کار کرد؟ در اکران نوشتجات قیمت ا و ب برابر هستند را برابر. در حالتی که ما قیمت ا و ب را دیگر داخل کردیم یعنی که این قسم الکی اجرا نشد، این قسم اجرا نشد، یعنی که برنامه راست برآمده رفت. برای چی؟ برای اینکه شرطی که در اینجا گذاشته شده است با فالش برابر شد. برای همین قسم ترو یعنی که اجرا کرده نشد، یعنی که یک قسم کد اجرا کرده نشد. خب مثلا خیلی که ما گفتیم الکی یگان قیمت نبرآمد. اینچنین در خود همین فونکسی اپراتور شرطی اف اینچنین هست کلمه else، یعنی که در اینجا دقت دید خب کلمه else نیز آورده شده است. یعنی که اگر ا برابر با ب باشد آنگاه این کار اجرا شود. اگر نه یعنی که else. اگر برابر نباشد آنگاه مثلا من این را نسخه برداری میکنم و در اینجا قسم else میگذارم قیمت ا و ب برابر نیستند. اگر شرط با فالس، اگر شرط با فالس یعنی که نه برابر باشد.
خب تنگمشه F5 رو پخش میکنیم و میبینیم که چی عمل اجرا کرده میشود. خب در اینجا ما داخل میکنیم قیمت A رو مثلا 3، قیمت B رو مثلا 5. ببینید قیمت A و B برابر نیستند، یعنی که قسم دوم، قسمی که در else اومده است همون قسم اجرا کرده شد. اگر در بلاک سخیما نگاه کنیم چگونه خوب فهمیدنش آسان تر است. ببینید آمد A با B برابر می، اگر H باشد گفت که A برابر با B، بله برآمده رفت. اگر A برابر با B می نه، اجرا شد قسم فالس، یعنی که اینجا قسم خودی گوییم اگر شرط اوله در این اپراتورهایی که گویا که یکم بار اجرا کرده میشدن در اینجا باشد قسم else، یعنی که برابر باشند اجرا می شود قسم true، برابر نباشند اجرا می شود قسم false، یعنی که قسم else. و ما اینچنین بار دیگر میبینیم مثلا 2 قیمت A و B برابر هستند. شما با یک چی دقت دید، وقتی که قیمت A و B برابر هستند مثلا تنها قسم یکم اجرا کرده می شود، وقتی که برابر نیستند تنها قسم دوم، یعنی که یا این یا این، یا قسم یکم یا قسمی در شرط بوده اجرا کرده می شود یا قسمی در else. عموما چخیلی که میدانید ما میتوانیم خود if را استفاده بریم به استفاده else. اگر لازم شود برای خاطر مثلا وسیع کردن امکانات شرط ما اینچنین علاوتا استفاده میبریم فونکسی قسم else را. اینچنین در اینجا باز هست کلمه else if. خب کلمه else if چی خیل؟ در اینجا شما میتوانید الکی در بالای این کمی معلومات ها رو خوانید چه خیلی که نوشته شده است و بیاید این رو من در عمل برای شما گفته میگذارم. اگر گفتیم A برابر با B باشد فلان یگان کار اجرا کرده شد. در اینجا میگیم که else if شرط دوم میگذاریم و گویا که در if این شرط یکم بود و ما شرط دوم رو میگذاریم. مثلا میگیم که اگر A برابر مثلا با چی؟ خب بیاید میگیم که اگر A نو برابر با B باشد، اگر A نو برابر با B باشد آنگاه چی اجرا کرده می شود؟ قسم else if. میگذاریم با اجرای این کد و میبینیم که چی عمل اجرا. خطاگی از چی شد؟ پس برای چی اجازه داد؟ برای خب 4 یعنی که ها برابر هستند. اگر خب خطاگی برای چی خطاگی؟ خطاگی جدی نه. خب اگر نو برابر باشد آنگاه چی قسمی که در else if آمده شده است اجرا کرده می شود. اینچنین ما می توانیم گفتن که مثلا اگر اینجا میگیریم اگر مثلا A کلان از 0 باشد، اگر A خرد از 0 باشد، بعد اینچنین میتوانیم else یعنی که در اینجا قیمت A برابر
به 0 هست. یکی قیمت A برابر به 0. خب انکنون اگر اینجا با می نویسیم که اگر اینجا ما گفتن ما در کار که اینجا الکی میشد شرط یکم، اینجا می شود شرط دویم، اینجا می شود و اگر نه. انکنون نگاه کنید اگر شرط یکم به ترو برابر باشد این قسمی کد اجرا کرده می شود، این قسمی کد اجرا کرده می شود. اگر قسم دومی اگر شرط 2 برابر به ترو باشد این قسمی کد اجرا کرده می شود، یعنی که else if، وگرنه قسمی else اجرا کرده می شود. خب یعنی که دقت دهید الکی ما این رو اپراتور if رو به 3 گروه تقسیم کردیم. گروه یکم بویم، گروه دویم، گروه مثلا سیم. در همین 3 گروه گویم در رفت اجرای برنامه تنها یک گروه اجرا کرده می شود. مثلا بیاید میسنجیم، مثلا میگیم که a برابر به 2 اومد به شرط 2 کلان از 0 می ها، یعنی که نوشت که قیمت a و بیاید میگیم که قیمت a کلان از 0 شد. تمام. الکی این قسم ها دیگر اجرا کرده نمیشوند، برنامه برآمده میرد. اگر ما گوییم که -1 چی کار میکند؟ میسنجد a کلان از 0 می نه. برای چی؟ برای اون که a -1 خرد از 0 است. پس این شرط چی شد؟ فالش، یعنی که نه. میگذرد به سنجش قسم دویم، یعنی که a خرد از 0 می در اینجا چی شد؟ یعنی که ها، یعنی که 2 -1 خرد از 0. پس میگه که قیمت a چی؟ خرد از 0. اگر ما اینجا 0 داخل کنیم a برابر به 0، دقت دید هنگام -1 بودن، هنگام -1 بودن یعنی که یکم شرط اجرا نمیشد، میگذرد به سنجش شرط دویم. وقتی که شرط سنجش دویم اجرا کرده شد الکی تمام برنامه کار خود را به انتها میرساند. بعد از اون که مثلا اپراتورهای در قسم شرط دویم بوده را اجرا کردنش، یعنی که else الکی اجرا کرده نمی شود. اگر مثلا میگیریم ما 0 را داخل کنیم، 0 a برابر به 0 کلان از 0 می نه 0 از 0 کلان نه 0 به 0 برابر، لیکن 0 از 0 کلان نه. شرط یکم اجرا نشد، شرط یکم نه. شرط دویم میگذرد آیا 0 خرد از 0 می، این شرط هم میشود نه. خب پس این دو شرط اجرا نشد. در اینجا کلمه وگرنه else، وگرنه الکی چی میگه؟ قیمت a برابر به 0 است. بیاید این را در عمل میسنجیم. خب F5 رو پخش میکنیم و داخل میکنیم مثلا 0، یا که بیاید داخل میکنیم 1. قیمت تغییربنده b را داخل کنید. خب بیاید این b برای ما الکی دخل ندارد، ما میتوانستیم این را انکار کنیم الکی. خب انتر رو پخش میکنیم، قیمت a کلان از 0. شما دقت دید در کجا، در کدام قسم کد ما نوشتگی هستیم که قیمت a کلان از 0. خب در این قسم، یعنی که در شرط یکم وقتی که ما 1 را داخل کردیم 1 کلان از 0 می ها، در اینجا چی گفت که قیمت a کلان از 0. تمام. دیگر یگان خیلی نوشتجات به اکران ما برآورده نشد، گرچند که ما در اینجا گفتگی هستیم که قیمت a خرد از 0، قیمت a برابر به 0. خب
در این ساختار اداره کننده مثلا گویم if تنها یک شرط یا که مثلا قسمی وگرنه اجرا کرده می شود خلاص. این خیلی نمی شود که مثلا هم قسم هم شرط یک هم شرط مثلا اینجا اگر ما 10 شرط گذاریم هم شرط یکم هم شرط هشتم و مثلا یگان قسمی وگرنه اجرا شود. این گونه نیست. در این ساختار تنها یک قسم اجرا کرده می شود خلاص. مثلا بیاید ما داخل میکنیم -1. خب بیاید من همین الکی در اینجا ما میتوانیم b را گرفته پرتایم، برای ما لازم نیست. این چنین z نیست برای ما در کار نیست. خب F5 رو پخش میکنیم و از ما میپرسد که مثلا قیمت a را داخل کنید. ما چی داخل میکنیم؟ -1. ما الکی میبینیم که قیمت a خورد از 0. الکی چی شرط دوم اجرا کرده شد. شرط یکم نه، شرط دوم اجرا کرده شد. الکی وگرنه چی اجرا کردن نشد. یعنی که همان ساختاری که در اینجا گفته شده است، همان ساختار، یعنی که یا به این طرف یا به این طرف. وقتی که ما دو شرط میگذاریم البته این کمتر ساختارش تغییر مییابد، اما شما اگر مفهوم خودی همین ساختاری که حاضر تصویری که در دیده استادید اگر به مضمون همین صرفم روید، الکی شما در آینده میتونید دلخواه شرط های مرکب را ترتیب دهید. یعنی که وقتی که به شرط میگذرد میسنجد اگر ها باشد یک قسم کد، دویم قسم کد رو مثلا این کار میکند، اگر نه باشد این قسم رو اجرا میکند، این قسم رو این کار میکند. همین طور چی برنامه ها اجرا کرده میشوند. و در اینجا چه خیلی که دیده استادید ما 3 شرط گذاشته هستیم، 2 شرط و یک تا چی وگرنه. ما اگر در اینجا 0 داخل کنیم قیمت a به 0 برابر است. یعنی که قیمت a چه خیلی که دیده استادید در قسم else قیمت a به 0 برابر است. و همین طور شما میتونید خوب شرط گذارید و استفاده برید چی اپراتورهای شرطی را. و در اینجا در این سامانه گویم یک برنامه دیگر است، یعنی که نمونه برای خاطر چی آموزش این زبان. و شما میتوانید این ویدیو را گویا که پاوزه کنید و آنچه که مثلا در اینجا نوشته شده است نوشته گیرید و در کامپیوترهای خود عملا اجرا نمایید. و در اینجا برای خاطر که مثلا آینه گویا که سیاه گم نشود، شما باید هم بیبلیوتک سونیا اچ و هم فونکسی گچ رو نویسید. و عموما این در بعضی کامپیلاتورها این عمل باید نباشد، یعنی که به استفاده این فونکسی گچ باید همون آینه سیاهی که میبینید نصف نشود. و خیلی که در اینجا دیده استادید قوس‌های کنجی استفاده برده شدگی نیستن. این درست است، یعنی که وقتی که شما بعد از ساخت اپراتور شرطی if یک سطر برنامه می نویسید، الکی قوس‌های کنجی لازم نیستند. اگر 2 سطر و یا زیاده نوشتید لازم می آید که مثلا این قسم را در داخل قوس‌های کنجی نگاه دارید. ولی من خوب مصلحت می دادم که از استفاده این قوس‌های کنجی دست نکشید و از همین سر کرده استفاده این قوس‌های کنجی را برای خود که عادت کنید. و اینجا خیلی که دیده استادید مثال نوبتی آورده شده است. در اینجا الکی فونکسی اپراتور شرطی if با 1 2 3 شرط و اینچنین اپراتور else است و این چنین میتوانید این را نیز در کامپیوتر خود داخل کرده و در عمل گویا که ماهیت این اپراتور شرطی if را یعنی که فهمیده گیرید. زیرا من برای شما باید گویم که شما باید آموزش این استفاده این اپراتور رو خوب دانید، زیرا در برنامه نویسی بسیار حالت ها عموما به استفاده این اپراتور شما نمیتوانید مثلا در آینده یگان برنامه گویا که
لازمه نویسید. یعنی که شما باید این اپراتور شرطی افراد دانید و استفاده برید از این نمونه ها و اینچنین از آن که مثلا ما الان با شما در عمل اجرا کردیم، اونها رو نیز شما باید در عمل اجرا کرده ببینید. و با همین گمان میکنم من درس رو به آخر میرسانم و تاکید باید کرد که درسی من بعد خوب بیاد اوراق سی پلس پلس رو انتخاب میکنیم و خیلی که در اینجا دیده استاده ساختار اداره کننده ایف و در درس دیگه علاقه ما درباره عملهای منطقی گفته میگذاریم و اگر وقت شود اینچنین آیده همین درس ها در نمود ویدیویی برای شما گفته میگذاریم. خدا نگهبان.